تعدد افراد مختلف بسیار خوبه و من به نظرم میاد که حتما از سلیقه‌های مختلف به خصوص شورای محترم نگهبان در انتخابش ضمن رسیدگی به صلاحیت‌ها که حتما هم باید باشه به این توجه کنن که سلایق مختلف رو اجازه بدن حضور پیدا بکنن برای اینکه مردم بیان به هر کسی که دوست دارن رأی بدن و تعداد بیشتری بیان احساس وظیفه خودشون رو انجام بدن. گوییم البته شورای نگهبان که علل قاعده برابر قانون اساسی و ضوابط موجود در کشور هیچ مدخلیتی در تعیین حدود برای سلایق نامزدها نداره، فقط صلاحیت نداره ولی کلا در افواه و در منظر حداقل بخشی از مردم یک چنین احساسی هم می شود که شاید برخی از این تعیین صلاحیت ها متأثر از چنین چیزی بله. ما این رو اجازه بدید مبنا و در واقع پایه بحثمون قرار ندید. نه اصلا اینجور نیست، برای اینکه ما اصولا حمله بر صحت باید بکنیم. درسته. منتها ببینید تشخیص ها خیلی مهمه. درست است که تشخیص ها بر اساس وجدان انسان صورت میگیره، اما همین وجدان انسان باعث میشه که بعضی از افراد رو قبول نکنه آدم. این یک امر کاملا بدیهی، هر کسی هم که در اون مسند باشه سلیقه خودش رو به کار میبره و بعد مصالح و منافع کشور رو هم میخواهد رعایت کند. بنابراین ممکنه در این رهگذر بعضی احساس کنند که سلیقه اونها رعایت نشده و به خاطر به اصطلاح خط فکری یا دیدگاه حذف شده. یعنی شما معتقدید که محاسبه صلاحیت با احتساب احتیاج کشور به تفاوت سلایق در نامزدهای مختلف صورت بگیره؟ مثلا اون موقع کابینه ما خیلی کابینه یعنی کثرت‌گرایی بود، آدم‌های مختلف درش بودن. الان اینطور نیست، الان تقریباً از یک طیف خاص انتخاب منتهی به تحلیل میشه. میتونم خواهش کنم اجتناب کنیم، چون شاید این تحلیل شما نیاز به یک در واقع تحلیلگر مقابل هم داشته باشه. ولی حداقل در مورد دولت آقای هاشمی رفسنجانی، چون ایشان الان نامزد نیستن، میتونیم حرف بزنیم. شاید بتونیم بگیم با صدای بلند که در دوره ایشان همین تکثرگرایی وجود داشت و ایشان یک در واقع رجل مسن سیاسی میل به این داشتن که موازنه از همه جریان ها وجود داشت. بله، اصلا ایشون براشون کار و شخصیت فردی افراد مطرح بود و ایشون میدونستن که این جریانات و این نوع حرکات خیلی به اون معنا تو کشور ما جدی نیست. ببینید ما در کشورمون این نیست که مثلا به دلیل کنترل های به حقی که میشه، این نیست که مثلا آدم های فرض کنید که مارکسیست یا آدم هایی که فقط یک اومانیسم ماتریالیستی معتقد هستن بتونن در سطح حکومتی کار کنن. بنابراین کسانی که هستن که معمولاً با اعتقادات اسلامی هستن. این خیلی نکته حیاتی بود آقای هاشمی. و این ببینید این چتر اسلامی که گسترده شده روی افراد، بنابراین اینها رو به یک نوع تألف قلوب، یعنی همفکری قلوب حیاتی بود. حتی اگر شائبه این باشد که ممکن است در جایی در رأیها دخالت بشه، اونم باید بگیم ما وظیفه خودمون رو انجام میدیم، اون کسی که خلاف میکنه خلاف داره میکنه. البته آقای مهندس دارن دیگه آخر من آخرشو دارم میگم. من آخرش رو میگم. ما یه وظیفه‌ای داریم، یک وظیفه اگر الهی بگیم وظیفه الهی داریم، اگر وظیفه اجتماعی بگیم باز وظیفه اجتماعیمون اقتضا میکنه که ما وظیفه‌مون رو انجام بدیم. ما البته همه قضاوتامون درست نیست، خیلی از قضاوتامون خیلی سطحیه و تحت تأثیر بعضی از حرفاست. مثلا یه نفر ممکنه 3 روز رادیو آمریکا یا رادیو اسرائیل رو گوش کنه، یه ذهنیت خاصی پیدا میکنه. من میگم اون چیزی که ما در کشورمون هست این است که یک تعدادی کاندید شدن و ما وظیفه داریم بهترینشون از نظر خودمون رو انتخاب کنیم. پس این یک ذهنیت درونیه که باید برای مردم ایجاد بشه. این یه بحث شخصی. اما از اون طرف من فکر میکنم باید برای کسانی که میان کاندید میشن کاملا این شایبه از ذهن مردم زدوده بشه که خدای نکرده دستچین میشن اینا و صرفا بر اساس صلاحیت فردیشون باید انتخاب بشن.
و شخصیت، صلاحیت فردی، مدیریتشون انتخاب بشن. مثلا در دوره گذشته دیدیم که 2 تا از کاندیداها 30 ثانیه آقای مهندس هاشمی طبا مجموعه فرصت ماست برای مختوم شدن این گفتگو. اگر اجازه میدید من خواهش کنم فقط مؤخری به عنوان خداحافظی فراهم کنید. ببخشید. من هیچ سعی میکنم که این رو بگم که ما هممون وظیفه داریم، وظیفه انسانی، وظیفه شرعی، از هر دیدگاهی که میخوایم نگاه کنیم این است که هممون انشاءالله 22 خرداد به صندوق ها رأی بدیم، برویم و اون کسی رو که فکر میکنیم بهتر از دیگران است بهش رأی بدیم. متشکرم. خداحافظ.